و همه چیز سپید نشان میده تا که دستش بسته نشه. ولی در پیوند به این اداره و نهادهایی که کار میکنه در این اداره گپ هایی است. امروز یکی از کارمندان این اداره را داریم که در بخش آیتی است، یعنی میشه گفت وقتی از پیشرفت ها گپ میزنیم، از امکانات مثل اینترنت و کامپیوتر، قلب یک اداره در امو سیستم می باشه که آقای سخی وظیفه دارن. صبح بخیر، خوش آمدید. خوش باشین. صبح شما بخیر. امیدوار هستم که یک بامداد خوش را آغاز کرده باشیم. سلامت. تشکر. در آغاز میخوایم در مورد کار بگی، در مورد اداره و از رشتیت و چقدر وقت میشه که در این اداره مصروف کار هستی. تشکر. در ابتدا اجازه بدین تا به نمایندگی از تمام کارمندان خدمات ملکی از شما تشکر بکنم، سپاس بکنم برای اینکه برای ما فرصت مساعد شد، فرصت زمینی صحبت را فراهم نمودین. ما در اداره کنترل تفتیش تقریبا حدود 10 سال اجرای وظیفه میکنم در بخش‌های مختلف و از فاکولته انجینری پانتون کابل فارغ شدم. وقتی که از فاکولته انجینری پانتون کابل فارغ شدم، به اساس یک توافق شورای وزیران و وزارت تحصیلات و عالی مسلکی وقت ما ناگزیر شدیم که کسایی که اول نمره، دوم نمره و سوم نمره فارغ شدن اینها بیان و در اداره کنترل تفتیش جذب شوند. از اون زمان ما در اداره کنترل تفتیش جذب شدم و در بخش‌های مختلف کار کردم. تا فعلا کار میکنم، از کار خود راضی هستم و در این اواخر ما کاندید یک بحث شدم از طریق رقابت آزاد در کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی و موفقم شدم که در اوج رقابت موفقانه سپری کنم. بسیار خوب. میشه که در مورد اصلاحات اداری هم کم معلومات بدین؟ در کنار اداره شما گپ هایی است در مورد استخدام و همو بحث شایسته سالاری یا بحثی که همیشه به عنوان یک گفتمان بوده است سر زبان ها ولی جنبه عملی نداشته. بیشتر گفته میشه کسانی که شناخت دارن، کسانی که با یک امضای پای کاغذشان، با یک امضای خوبه یا امضای معتبره بگوییم یا صاحب صلاحیت، میایند در بیشتر اداره ها استخدام میشن و یک پست مهم را اشغال میکنن و در او اداره به صفت کارمند میه. ولی اداره روز تا روز ضعیف میشه، کارها به مشکل روبرو میشه، چون آدمی که در اداره میه ظرفیت و توانایی پیش بردن امور و اداره را نداره. میشه که در این مورد بگین و در مورد کارهای خود اداره تان بگین که تفتیش چی کارهایی را انجام میده؟ اداره کنترل تفتیش به اساس ماده 5 قانون اداره کنترل تفتیش بررسی مالی و اصلاح واحدهای اداری، واحدهای بودجوی دولت افغانستان را انجام میده. در راستای شفافیت، در راستای انتی کرپشن کارهای شایسته را انجام داده و کارهای چشمگیری را انجام داده. این فعالیت اداره کنترل تفتیش است. پرسنل اداره کنترل تفتیش پرسنل تکنیکی هستند، مسلکی هستند و تا فعلا خوشبختانه از یک نام خوب و نیکی در جنب سایر تشکیلات اداره افغانستان نام خود حفظ کرده. ولی مشکل استخدام و کاریابی در کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی هست. یکی در طول 10 سال بیداد فاجعه آفرید در راستای کاریابی کارکنان خدمات ملکی. مشکلات در کمیسیون هست، در ادارات نیست. احتمالاً خب بعضی ادارات در افغانستان هستند که کاندیدان موفق رد میکنند بنا به دلایلی که دارن، ولی در قدمی اول به اساس یعنی حق دارن که رد بکنن. خب وقتی آدم از یک نهاد میره آمادگی میگیره، از یک آزمون میگذره، باز امکان رد شدنش هست بعدن. هیچ کسی حق نداره در قانون پیش بینی شده اجراءات کارمند ارزیابی بکنن بعد از ملاحظات خود. ولی برویت سند، برویت اسناد در حضور داشت نماینده با صلاحیت کمیسیون محترم اصلاحات اداری. ولی فاجعه که امروز در افغانستان دامنگیری کاریابی افغان، شما ببینید که امی لحظه که آواز ما را میشنون احتمالاً
بسیاری از فامیل های افغان هستند که فرزندانشان از ظلم اداری، از بی‌عدالتی اداری، فرزندان از اینها میرن راهی اروپا میشن. و شما دیدین که در امی روزهای آخر، هفته‌های آخر، یک کشتی که به طرف ایتالیا میرفت غرق شد. تعداد از افغان‌های ما شما ماجرا. ما میگیم که مشکل در این میجه است. در اینجا بی‌عدالتی اداری وجود است، در اینجا قانون‌گریزی وجود است، در اینجا قانون‌ستیزی وجود است. جوانا چی کنن؟ ما واضح که دولت مردان افغانستان بیان سرنوشت جوانان را تعیین بکنن. بالاخره جوان افغانستان چی کنه؟ تحصیلات داری، بیشترین احصارهای بسیار سنگین موانع را شما ایجاد کردین. کمیسیون اصلاحات اداری، قوانین خدمات ملکی و ده ها موارد دیگه. امی جوانای شجاع، امی جوانای مستعد و با تجربه بالاخره امی حصارهای شما را طی میکنن. امتحان میتن، شارلست میشن، کامیاب میشن. وقتی که کامیاب در مرحله نهایی در مرحله نهایی، پس این ملت چی کنه؟ چی گونه سند است که بر رویت از او یک آدم پذیرفته نمیشه یا یک راه به اصطلاح فرار برای حداقل قناعت دادن طرف است؟ مثلا کسی میره یک روز پشت یک اداره، دو روز سوم میگه که مثلا دوست عزیز تو به اینی دلایل نتونستی که موفق شوی یا اینی مشکلات در اینی مورد بود و بر رویت اینی سند، کدام سند هم ارائه میکنن بر طرف یا فقط میگن که خودت دیگه نمیتونی باشی؟ ببینید این سند ارائه کرده نمیتونه هیچ کس. وقتی که در اینجا اگر مرا اجازه بدید ببینین ماده 48 قانون اساسی افغانستان میگه فقره مشکلات خوددار نداره ولی بهترین قانون اساسی در افغانستان در منطقه. فقره 3 میگه که انتخاب آزاد است. ماده 50 قانون اساسی افغانستان فقره 4 میگه اتباع افغانستان بر اساس اهلیت کنه تبعیض و موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته میشه. بر علاوه از این افزون بر این قوانین دیگه وجود داره. مثلا قانون خدمات ملکی منتشره جریده 951، قانون کار منتشره جریده 966، مقرره امور ذاتی، مقرره امور تقاعد، مقرره طرز سلوک کارکن خدمات ملکی، اینا همه اسناد تقنینی هستند. مثلا قانون خدمات ملکی از جمله بهترین قوانین از در منطقه در امور کاریابی. قانون خدمات ملکی بالای چی بحث میکنه؟ تقرر، ارزیابی، مسئولیت، مکافات، مجازات، تمامی بخش های کاریابی، تمامی بخش های امور کاری کارمندان خدمات ملکی در بر میگیره. یک موضوع مسئولیت را که از ما فراموش نشه میاره در ذهن آمد، کرزی صاحب در جرگه العنوی شکایت میکنه که هیچ مسئولیت برای کارمندان خدمات ملکی وجود نداره. شخص اولی مملکت جای تعجب برای است. شخص اولی مملکت، رئیس کابینه، رئیس قوه اجرایی مملکت، اونام از عدم مسئولیت کارکنان خدمات ملکی شکایت دارن. پس این مامورین خدمات ملکی به کی مراجعه بکنن؟ در گذشته در مورد بعضی از اداره ها ما شنیده بودم که اداره هایی که البته در همون زمان هم نیمه خصوصی بودن، مسئولیت های کاری بود، بیمه داشتن، بیشتر مامورین دولت یا میشه گفت کارمندان دولت. حالا کاملا هیچ اداره این مسئله را نداره؟ خب مسئولیت به اساس در قوانین پیش بینی شده. بله. در قانون خدمات ملکی پیش بینی شده و کمیسیون محترم صادری شاید در این راستا کار بکنه. اینا حرفایی هستن روی کاغذ، ولی اگر شما شمال یک مسئولیت سپری کردن رقابت آزاد کارمندان خدمات ملکی است. بله. وقتی که یک کاندید موفق رقابت سپری میکنه، چرا برش پست احراز نمیشه؟ قانون اساسی جا میگن که حق کار هر افغان هست. در این برگاه چی است گفتیم که کدام بله، مشکلی که ما داریم، مشکلی که ما با اصل مشکل اساسی که ما با اون مواجه هستیم فرمه های ریاست جمهوری است. شما ببینید که در اینجا از طرف ریاست جمهوری آمده. اینجا آمده جمهوری اسلامی افغانستان، ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران فرم مشخصات کاندیدان بحث های عالی رتبه دولت. بله. در اینجا فقره ماده 10 قانون از بست چند تا چند میشه؟ از بست اول دو بست عالی دولت. بله. ما کاندید احراز بست اول مامورین عالی دولت هستم. شما که در فقره 3 ماده 10 قانون کارکنان خدمات ملکی میگه که مامورین بس‌های اول و دوم به تشخیص و انتخاب بورد تعیینات خدمات ملکی و نماینده با صلاحیت مربوط پیشنهاد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری خدمات ملکی و منظور رئیس جمهور. این
صرف تنها و تنها در بحث رقابت و تقرر امی قانون هست، ولی اینی فرمه ها کاملا مخالف قانون هست. این فرما چی تغییرات است؟ مثلا در این فرمه ها شما ببینید که یک متن آوردن، اینجا آمده تصدیق می نمایم. این البته برای رؤسای اداره و وزارتخانه و وزیرها است. شخص اول اینجا نشسته، شخص اول اداره تصدیق می نمایم که کاندید فوق الذکر سوابق تحصیلی، دانش مسلکی، تجربه کاری و مهارت های شخصی را که برای اشغال این وظیفه لازم اند دارا بوده و ایشان را من حیث کاندید این بحث پیشنهاد می نمایم. این مخالف است با مواد قانون و طبیعتا اینجا میتونه که مثلا ردم بکنه در این فرم یا دیگه دست باز میته به ادارات. این به این معنا که رقابت و پروسه پیارار، پروسه رقابت هیچ مفهوم خود از دست میده. یک کاندید میره شارلست میشه مطابق مواد قانون. یک نکته را میخوایم براتون عرض بکنم که فراموشم نشه، ماده 23 قانون خدمات ملکی و دوستا هم بفهمند بشنون که ماده 23 قانون خدمات ملکی کاملا صراحت داره. هر کارمند میتونه که مثلا در فقره اول میگه مامور میتواند طبق احکام این قانون به اساس رقابت بحث بالاتر را احراز نماید. در فقره دومش میگه مامور نمیتواند بحث بالاتر را در وظایف مشابه در مدت کمتر از 1 سال و در وظایف غیر در مدت کمتر از 2 سال احراز نماید. چگونگی وظایف مشابه و غیر مشابه به اساس لایحه وظایف اداره مربوط تنظیم میشه. هیچ کسی حق نداره که برای کسی بگه که تو برای اینی بحث فت نیست. قانون باید احترام بکنیم. قانون احترام در اینجا قانون برای کی هست؟ قانون فقط برای فرزند بیچاره و بدبختی وطن هست اینا را به چطور برانن و باز برای اینمی فرزند بدبختی وطن در ایران بره به دار آویخته شود. به جرم چی؟ به جرم مهاجر افغان. آقای سخی یک شوخی کنم که شما تازه نامزد هستین برای یک پست خوب نشه کم پست دست بد. بله ما پست در آستانه از دست دادن هستیم. برای ما مطابق سند که کمیسیون اصلاح اداری برای ما اصدار کرده در اینجا آمده که تا تاریخ 20 دلو سال 1390 میشه که می بس جای تعجبی است که ما انصراف ندادیم. بله ما در این بحث کامیاب هستم. در طول 1 سال ما عرایض دادیم، درخواستی و تماس هایی داشتیم با کمیسیون اصلاح اداری که یعنی 1 سال پیگیری کردیم. طول 1 سال پیگیری کردیم، ولی وقتی که سال ختم میشه در سالگشت امی رقابت ما کمیسیون آقای اوتک صاحب مکتوبی را نوشته میکنه که باز ما مطابق طرز العمل این را میتونیم که بعد 1 سال باز به اعلان مجدد بگذاریم. یعنی از سال 9 از 91 سال ما در 69 در 20 دلو 69 امتحان سپاری کردم. در طول 1 سال یا اجراات نکردن در حالی که قانون را که برتر خان باید اجراات میشد. بله. اینا چی میگن خوب چون 1 سال گذشته در سالگشتش ما ایره به اعلان میسپاریم. درست است که شاید بسپاریم مگر نه یک بار دیگه باید شما تمام مراحل بگذرونید. نه برای کس دیگه کسای میتونه باز بس حق ما چطور میشه؟ این حق ما تلف میشه. ما یک نکته را میخوایم بگویم برای میارن وقت ترتیب میکنین به کجا مفرستادین و بعد نتیجهش دیدین؟ مثلا یک اداره اختلاس میشه، پول بزرگ گم میشه از یک بابی که در یک زمینه باید مصرف شود اصلا در اون زمینه مصرف نشده، مستوفیت از یک اداره دیگه پول گرفته شده، پول به مصرف رسیده و سند کافی نیست و آنچه را که بر شما باید حساب بده رئیس اداری یا مدیر اداری بر شما حساب داده نمیتونه. شما و اسناد به کی مسپارین و تانوز چنین کار شده یا نه؟ ببینید اداره کنترل تفتیش به اساس قانون نافذه خود و قوانین ضربط و معیارات بین المللی دنیا در ختم معاملات میره امور مالی و حسابی را بررسی میکنه.
اینال در اونجا وقتی که ما با تخطی، با قانونگریزی، با نواقص مواجه میشیم، گزارش خود به رئیس جمهور مسپاریم و یک کپی از او میره برای پارلمان افغانستان. طبیعتا ما کارهای چشمگیری داشتیم. ما توانستیم که بسیاری از پولهایی که راکت مانده بود در طول سالها از باب باقیداری ها اینا تصفیه شدن. پولهایی که گم شده چی؟ پولهایی که گم شده، پولها یعنی به څارنوالی معرفی شده؟ بله، ما دوسیه هایی داشتیم، دوسیه های از طرف مقام اداره به اداره لوی څارنوالی سپرده شده و اخیرا ما در یک کمیسیونی که تحت نظر رئیس جمهور بود و در اونجا ادعای مایی بود که دوسیه های ما که به اداره متنم لوی څارنوالی فرستاده میشه باید پیگیری شود و اینمی دوسیه ها را ما پیگیری کردیم، تعقیب کردیم. راحت گزارش بودجه خود خوبتر مصرف کردن و کدام ادارات بودجه خود نتونستن مصرف بکنن و این گزارشش به پارلمان هم رفته، احتمالاً که پارلمان سرش بحث خواهد کرد. سپاس از شما آقای سلطان محمود سخی، آمر آیتی اداره کنترل و تفتیش. بسیار خوش شدیم با یک جوان با استعداد، کسی که با نمرات عالی سند فراغت گرفته و در یک اداره کار میکنه و دوست داره که ارتقا بکنه. این حق مسلم شماست. همونطور که گفتین به عنوان یک شهروند، به عنوان یک افغان حق کار را دارین و حق پیشرفت را دارین و در یک رقابت سالم شما نمرات خوب داشتین. خدا کنه که در همون اداره شما را روزی ببینیم و به آرزویتان برسین. براتون موفقیت میخوایم. خوش باشین. تشکر. فقط ما یک نکته را میخواستم براتون بگویم در اخیر که ما امیدوار هستیم خب ما از مجرای عدلی میخوایم قضیه را پیگیری بکنیم. طبیعتا وکیل مدافع میگیرم، وکیل و از تمامی جوانب قضیه خواهش من ایست یک جوانی است که اجازه بدین بین که یک سنگ عدالت را و قانون پذیری را بگذاریم. ان شاء الله اگر شما این کار را کردین یک راه تازه باز میشه، یک دیدگاه نو بر کسایی که حقش تلف میشه. اویی که قانونگریزی میکنه امروز اگر قانونگریزی است برای فردای فرزندشان یک سنگ خوبی مانده میشه، یک تدابیر خوبی مانده میشه. ما امیدوار هستم که کمیسیون اصلاحاتداری و اداره کنترل تفتیش و سایر ادارات داخلی قضیه ما همکاری بکنن و ما بتونیم در یک محکمه علنی قضایا را بررسی بکنیم، ببینیم که نقض قانون از طرف ما است، از طرف کمیسیون است، از طرف ریاست جمهوری و کسانی که داخل هستند این فرمه ها، ایجاد فرمه ها کی است. ان شاء الله باز ببینیم. سپاس از شما. خدا نگهدارتان و از شما بیننده های عزیز که با ما هستید. وقفه.